با اینکه ما هیچ وقت همراه تروریست نبودیم ولی در این همه مدت ما رو در این لیست قرار داده بودن. یه سوال دیگه در مورد ترامپ. من الان نزدیک 1 ماه شادم کمتر که ایران باشم، ولی عاشق تهران و همچنین عاشق آشپزی و هنرهای آشپزی ایران شدم. وزارت خارجه آمریکا اخیراً اعلام کرد که کوبا را از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف خواهد کرد. امروز ما به سفارت کوبا اومدیم تا با سفیر این کشور در ایران مصاحبه ای رو داشته باشیم. آقای سفیر، تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. سوال اول من این هستش که ارزیابی و واکنش دولت کوبا به این تصمیم دولت آمریکا چی هست؟ البته تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا بتونم با مردم ایران صحبت بکنم. خب این تصمیمی که آقای بایدن گرفت، خب میدونید که هر سال این تمدید میشه و به اصطلاح تصمیم خیلی مهمی هستش. خب این تصمیمی بود که توسط آقای ترامپ به اجرا در اومد تقریبا حدود 4 سال پیش و از اون به بعد هم تحریم‌های دیگه هم داشتیم، ولی این یکی از تحریم‌هایی بود که بیشتر آسیب رو به اقتصاد و به مردم کوبا میزد. البته میگه ایرانی‌ها کاملا به این موضوع واقف هستن چون خودشون هم در این لیست هستن و میگه که به این صورت ما میتونیم بگیم که این یکی از تحریم‌هایی که بیشتر فشار رو اقتصاد داره، چون خیلی از کارهای بانکی که می‌خوایم انجام بدین همیشه به خاطر این تحریم هستش و نمیشه کار اقتصادی انجام داد. البته متاسفانه هیچ حقیقتی پشت سر این نیست و فقط اونها از این وسیله استفاده میکنن تا بتونن فشار بیارن به کشورها. اگر واقعا دنبال این بودن که بخوان کشورهایی که حامی تروریسم رو به اصطلاح تایید بکنن، اسرائیل خیلی وقت پیش بعد در این لیست قرار می‌گرفت و خود ایالات متحده در این لیست. متاسفانه اونها دیگران رو درجه بندی میکنن ولی خودشون رو هیچ جزو این درجه بندی قرار نمیدن. بخاطر همین من میگم که این یکی از تحریمایی بود که بیشترین فشار رو می آورد روی کشور کوبا. و الان که این تحریم‌ها رو برداشتن، خب یک مقدار باعث شده ما یک مقدار بتونیم تنفس بکنیم تو این تحریم‌ها و یک مقدار راحت‌تر این کارو انجام بدیم. ولی ما همچنان این طعم تلخ این تحریم‌ها رو می‌چشیم و با اینکه ما هیچ وقت همراه تروریست نبودیم ولی در این همه مدت ما رو در این لیست قرار داده بودن و این اقدامی بود که بسیار ناراحت کننده بود برای ما. و در جواب بخوام مستقیم شما بخوام بگم اینکه بله، خب این اثر مثبتی داره ولی خب اثرش خیلی کم هستش. چرا؟ چون تحریم‌های دیگه همچنان پابرجاست و الان ما بیش از 60 ساله که این تحریم‌ها رو داریم و اثرات خودش رو داره میذاره. سوالی که پیش میاد اینه که چرا دولت بایدن در روزهای آخرش این تصمیم رو گرفت که کوبا رو از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف کنه؟ خب ما هم خودمون راستش این سوال رو میپرسیم که چرا در الان این همه مدت این کار نکردن. ولی در نظر داشته باشید که آقای بایدن اون زمان با آقای اوباما کار میکردن و آقای اوباما هم در آخر مأموریتشون کوبا رو از این لیست خارج کرده بودن و بعد که آقای ترامپ میاد دوباره ما رو در این لیست قرار میده، ولی آقای بایدن موقعی که برمیگرده متاسفانه این کار رو دوباره تکرار نمیکنه و فعلا دست نگه می‌داره تا الان. چون ببینید من باز تکرار میکنم، این یه روشیه برای فشار آوردن به کشورها. سعی میکنن به اقتصاد اون کشورها فشار بیارن و بر اساس اون فشارهایی که میارن بخوان اون تصمیمات خودشون رو اجرایی بکنن و این فکریه که اونها در سر دارن. برای همین که کوبا همچنان در لیست باشه یکی از این هدفهای اونها بود که می‌خواستن بهش دست پیدا کنن و این شجاعت رو نداشتن که این کوبا رو از این لیست خارج بکنن و الان که چند روز مونده این کارو انجام دادن. فکر میکنید که این اتفاق تاثیر فوری داشته باشه یا نه؟ و یک بحثش مربوط میشه به تأثیرات در حوزه‌های اقتصادی یا سایر حوزه‌ها و چه تأثیری در روابط آمریکا و کوبا میذاره. خب شما اشاره هم کردید که الان قرار شد احتمالاً یعنی قرار هستش که آقای ترامپ هم در کاخ سفید بشینه و دولت جدید سر کار بیاد. تأثیر این و اینکه این اتفاقات جدید دوباره میتونه این رو برگردونه یا چه تأثیراتی بذاره، ممنون میشم که بفرمایید. میگه خب تصمیم الان به اصطلاح در اومده ولی تا بخواد این اجرایی بشه و به اصطلاح به بانک‌ها اطلاع بشه خودش معمولا تا 30 روز زمان میبره که بخواد این کار انجام بشه. ولی بعد اینم دقت بکنید، حتی موقعی که اجرایی میشه ترس از کار با کوبا وجود داره برای بانک‌ها. برای همین باید این مقدار صبر بکنیم تا این ترسه هم برطرف بشه که بتونه مثلا یه شرکت ترس نداشته باشه یا بانکی ترس نداشته باشه با کوبا کار بکنه. و میدونید که
بانک‌ها سعی می‌کنن خیلی مواظب خودشون باشن که یک موقع مورد تحریم ایالات متحده قرار نگیرن. برای همین خیلی محتاطانه برخورد می‌کنن نسبت به این جور تصمیم‌ها که بخوان یه کاری بکنن یا بخوان. برای همین می‌تونیم بعد صبر بکنیم که یک مقدار این ترس هم به اصطلاح فروکش بکنه که بتونن بانک‌ها اطمینان رو بکنن که این کار مبادلات تجاری رو انجام بده. ولی خب ما الان در شرایط خاصی هستیم. چند روز دیگه آقای ترامپ میاد که همون شخصیه که تحریم‌ها رو خودش ایجاد کرده بود. خب این خب فرصت خیلی خوبی هست و اثرات خیلی مثبتی داره، ولی همیشه این ریسک وجود داره که مدت کمی بخواد دوام بیاره. چرا؟ چون کسی که خودش این تحریم رو گذاشت الان دوباره داره برمیگرده به قدرت و احتمال وجود داره که باز دوباره بخواد این تحریم رو ایجاد بکنه. حتی برای من یک سورپرایز اگر این کارو نکنه. میگن وقتی خبرهای به اصطلاح اخبار آمریکا رو می‌بینیم، اتفاقایی که به اصطلاح ریاکشن هایی که داشتن توی جنوب فلوریدا رو می‌بینیم، سیاستمداران می‌بینیم که همه فشار رو خواهند آورد که دوباره ترامپ این کارو دوباره تکرار بکنه. برای همین آینده تصمیم خواهد گرفت. فراتر از این موضوع فکر می‌کنید که رئیس جمهور آتی در آمریکا چه سیاستی رو در قبال کوبا در پیش خواهد گرفت در حوزه‌های مختلف فراتر از این موضوع؟ خب میتونیم بگیم که موقعی که کوبا آقای ترامپ به اصطلاح به قدرت رسید، متاسفانه سیاست‌های نادرستی داشت برای کوبا. بالای 240 تا تحریم برای اقتصاد کوبا وضع کرد که همچنان همین جاری هستش. من فکر کنم دیگه تحریم دیگه زیاد نمونده که بخوایم ایجاد بکنیم. ولی می‌بینید افرادی که انتخاب کردن یا افرادی که دور و برش هستن، متاسفانه می‌بینیم که در فکر اینها یک تنفر نسبت به کوبا، نسبت به ایران وجود داره. افرادی که دور و برش هستن که ما باید همیشه محتاط برخورد بکنیم و نه باید خیلی امیدوار باشیم. برای همین ما به صورت میانه رو برخورد می‌کنیم با این جور. چون متاسفانه چیزی که در این 60 سال اخیر از دولت‌های ایالات متحده اومده خیلی خوب نبوده. چون اگر فردی که این تحریم‌ها رو گذاشته دوباره به قدرت برسه، احتمالش هست این ریسک وجود داره که دوباره بخواد این تحریم‌ها رو بذاره. این که آمریکا تصمیم میگیره که یک کشور رو بذاره توی لیست یا از لیست خارج بکنه باعث شده که یه عده گمان زنی‌هایی داشته باشن. یه عده میگن که این هی داخل لیست بردن یا از لیست خارج کردن به بهانه حمایت از تروریسم احتمالاً به خاطر دلایل سیاسی هست و مبنایی در واقعیت نداره. یه عده هم میگن که نه، چون این سیاست شکست خورده، آمریکا در اون تصمیمات شاید دولت‌ها که تغییر میکنن بازنگری میکنه. شما به این موضوع چطور نگاه میکنید؟ من فکر میکنم یک بازی سیاسیه. چون هیچ نوع واقعا دلیلی وجود نداره که پشت سر این تصمیمات که بخوام بگیم با این دلیل این تصمیمات گرفته شده باشه. فقط این تصمیمات گرفته شده که بخوان یه سری فشار بیارن بر علیه بعضی از کشورها. و حتی گاهی وقتا به انتخابات این کشورها هم مربوط میشه، تو خود ایالات متحده منظورشونه. چون موقعی که تحریم بیشتری میکنن باعث میشه بعضی از گروه‌ها که موافق تحریم هستن اینها حمایت بشن و بتونن بیشتر رأی بدن بهشون. و الان که دیگه میدونه انتخابات رو باخته و هیچ به اصطلاح نفعی براش نداره، میدونه که این دروغی که به اصطلاح انجام دادن و الان دیگه میتونن بردارن چون هیچ نفعی براش نداره. و من به نظرم اینه که بیشتر بازی سیاسیه و کمتر استراتژی دولتیه. کوبا و حالا مشابهش ایران و یک سری کشور دیگه خب برای مدت سال‌هاست که تحت تحریم‌های آمریکا برخی کشورهای غربی بودن، تا جایی که خب خیلی حتی در درون آمریکا، حتی بین سیاسیون آمریکا نسبت به استفاده مفرط از تحریم‌ها انتقاد می‌کنن، چرا که نگران هستن که با این گونه استفاده افراطی از تحریم‌ها باعث میشه که حتی اثر بخشی اون تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه. با این رویه که شما می‌بینید در زمین استفاده از اجبار اقتصادی یا فشارهای اقتصادی، آینده استفاده از این ابزار رو چطور می‌بینید؟ منظورم استفاده از تحریم‌های اقتصادی. خب ببینید، ایالات متحده کشوری بود که تحریم رو تبدیل کرد به یه سیاست خارجی و به اصطلاح انتخاب میکنن چه کشوری رو میخوان تحریم بکنن. من خب ببینید موردی که دارم میبینم در فلسطین داره کارهایی که اسرائیل میکنه، ما هنوز منتظر هستیم که ایالات متحده یه تحریم برای اسرائیل یا برای نظامیونش بذاره. برای همین این تبدیل شده به یه سیاست برای کشورهای قدرتمند تا بتونن به اصطلاح به زانو در بیارن کشورهایی که حالا مخالفش هستن. ولی خب این تحریم‌ها انقدر طولانی شده که کشورهای مثل کوبا و ایران یاد گرفتن که جوری این تحریم‌ها رو دور بزنن و بتونن به اصطلاح مسیری رو پیدا کنن که این تحریم‌ها رو پشت سر بذارن. خب ببینید انقدر اینا بعضی وقتا طولانی شده که حتی بعضی از کشورها دیگه اون رو در دستور کار قرار نمیدن.
برای مثال ببینید چه اتفاقی در بریکس افتاد. با اینکه ایران یک کشور تحریم شده است ولی اومد در عضو بریکس قرار گرفت و حتی کوبا به عنوان عضو ناظر الان داره کار میکنه و ببینید که این به خاطر همین کشورهای که تحریم شدن ولی باز دارن این کارشون رو دیگه خیلی ارتباطاتشون رو دارن انجام میدن. ولی خب ایالات متحده باز این سیاست رو داره و هر موقع بخواد برای کشور یا گروه از کشورها این تحریم‌ها رو میذاره. ما اخیراً شاهد این بودیم که توافق آتش‌بس در غزه بعد از 15 ماه اعلام شد. ارزیابی شما از این توافق چی هست؟ فکر می‌کنید که آیا بعد گذشت این همه مدت اسرائیل به اهداف نظامی خودش در این خصوص رسیده یا نه و در مرحله بعد از توافق آتش‌بس باید چه اتفاقاتی بیفته؟ با توجه به اینکه کوبا اخیراً خبری هم منتشر شده بود که درخواست داشت که به آفریقای جنوبی ملحق بشه در پیگیری و مسئول دانستن اسرائیل در زمینه جنایاتی که خب در غزه و در منطقه مرتکب شده بود که این موضوع در دیوان دادگستری بین‌المللی پیگیری بشه. خب ببینید اسرائیل الان واقعا میتونه بگید یک خجالت هست، یک مایه شرمساری است برای بشریت. من گاهی وقتا خودم سوال میکنم چجوری به این حد رسیدیم که یک دفعه میتونن 46,000 تا یا بیشتر از افراد و حتی کودکان و خانم‌ها رو بکشن و ما بعضی کشورها به اون طرف نگاه کنن، به مسیر دیگه نگاه کنن. این به اصطلاح یکی از خشن‌ترین نسل‌کشی‌هایی هستش که میتونیم بگیم اتفاق افتاده. ولی خب کشورهایی هستن که همچنان حمایت میکنن از فلسطین و خب آفریقای جنوبی هم دیدید که در سازمان ملل این اقدام رو انجام داد و میخواد متوقف بکنه این نسل‌کشی رو و کوبا هم از اون حمایت میکنه. من فکر کنم هر انسانی که به اصطلاح جزوی از انسانیت باشه باید این حس رو داشته باشه که جزوی از این درخواست آفریقا باشه و بتونه این کار رو نقض بکنه و بگه که این کار اشتباه بوده. اولین کاری که باید بکنیم اینه که متوقف بکنیم این کشتار هزاران کودک و خانم رو. بعد از اسرائیل بخوایم که به خاطر این تصمیماتی که گرفته و این آثاری که ایجاد کرده حالا جوابگو باشه و پرداخت بکنه. میدونم اولین جواب اونها این خواهد بود که اونها شروع کردن با حمله‌ای که کردن و هزاران کشته گذاشتن. ولی بلافاصله بعد ما نگاه کنیم به تاریخی که اونها قبلش چه کارهایی کردن، چه نسل‌کشی‌هایی کردن و چه مقدار افراد رو کشتن در فلسطین. ولی در هیچ شرایطی هیچ چیزی این نتیجه رو نمیده که باید شما 46,000 نفر بکشید برای اینکه بخواد یک حمله رو تلافی بکنه. این به اصطلاح یک میتونیم بگیم کشتار کاملا از درون برگرفته شده هستش و اینکه میخوان مردم یک کشور رو نابود کنه. من نمیدونم اسرائیل شاید خسته شده از این تصمیماتش. خب به نظر من اینه که هدف اصلی اسرائیل اینه که مردم فلسطین رو اخراج بکنه از سرزمینش. خب این تصمیم رو نتونسته بهش دست پیدا کنه و فکر نمی‌کنم هیچ وقت دست پیدا کنه. ولی خب متاسفانه تونستن یه شهر رو نابود بکنن و حتی حالا این اصطلاحی که به کار میبرن تبدیل کردن غزه رو به یه پارکینگ خالی، یعنی به یک جایی که آواره هستش. البته این رو ما قبلا هم در تاریخ دیدیم و بشریت هم اون زمان اونها را تحریم کرد و گفتش درست نیست. و چرا الان این اقدام رو نمی‌کنن که بخواین نسل‌کشی رو متوقف کنن؟ شما گفتید در مورد آفریقا گفتید. ما فکر می‌کنم یه انجام وظیفه است برای ما که بخوایم در کنار مردم فلسطین باشیم. این کشتار و تخریب‌هایی که اشاره کردید آیا به مفهوم پیروزی هست یا دستیابی به اهداف هست برای اسرائیل یا نه؟ شما کی بازنده برنده این جنگ اگه بخواید میدونید؟ این سوال جالبیه. خب شاید یه اسرائیلی بگه که نه من به هدفم رسیدم و مخصوصا اونهایی که خیلی اکستریمیست هستن. ولی مطمئنم حتی مردمی هستن در بین اونها که خجالت میکشن از کاری که دولتشون داره انجام میده. ولی خب اتفاق جالبی که افتاد اینه که اون پرده از دید چشم خیلی از افراد کنار رفت که ببینن حقیقت اسرائیل چیه. خب قبلش خب ادعا میکرد اسرائیل که یک هولوکاست برایش اتفاق افتاده و ملت مظلومی هستن که برایشون به اصطلاح اقدامات انجام شده. ولی الان اونها ثابت کردن اونها ملتی هستن که دارن مردم رو میکشن، دارن زنها رو میکشن، بچه‌ها رو میکشن و دارن حتی مدارس رو نابود میکنن. برای همین از لحاظ به اصطلاح نظامی شاید یک پیروزی برای اسرائیل میتونیم ازش یاد بکنیم. ولی در نظر داشته باشید این نتیجه این جنگ شد که خیلی از افراد تو دنیا حقیقت واقعی اسرائیل رو بشناسن و تا کجاها میخوان این کار رو انجام بدن. شما مدتی هست که به تهران اومدید و برای من سوال هستش که ارزیابی شما از وضعیت روابط ایران و کوبا چطور هست؟
در چه حوزه‌های این دو تا کشور پتانسیل بیشتری یا ظرفیت‌های بیشتری دارن برای همکاری؟ خوشبختانه رابطه ایران و رابطه کوبا رابطه تاریخیه که الان نزدیک 46مین سال هستش. از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ما اونجا در کنارشون بودیم و از مراحل مختلف گذشتیم. ما نقاط مشترک زیادی تو مسائل دو جانبه داریم. روابط دو جانبه بسیار خوب و همچنین روابط سیاسی بسیار عالی داریم. و ایران با وجود تحریمایی که برای کشورش بود تونسته علاوه اقتصادی پیشرفت خیلی زیادی بکنه و بتونه به خیلی از اون اهدافی که می‌خواسته دست پیدا کنه. و ما هم باید به اصطلاح یاد بگیریم از ایران و بتونیم در کنارشون باشیم که ازشون یاد بگیریم چجوری این تحریم‌ها رو پشت سر گذاشتن و چجوری ما هم بتونیم تحریم‌ها رو پشت سر بگذاریم. و خب این رابطه سیاسی خیلی عالیه و سعی می‌کنیم رابطه اقتصادیمون هم به همین سطح برسونیم. خب 2 هفته دیگه کمیسیون مشترک بین ایران و کوبا هستش و که قرار توافق‌های مختلفی رو بررسی بکنه. ما چند وقت پیش نمایشگاه رو در کوبا داشتیم که 10 شرکت ایرانی شرکت کردن از اون. این نشون میده که ما دنبال این هستیم که بتونیم نقاطی مشترکی رو که میتونیم تا بخش اقتصادی رو تقویت بکنیم دنبالش هستیم و بتونیم اونها رو به قوی‌تر بکنیم. ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم مخصوصا تو بخش تکنولوژی بهداشت و همچنین تو بخش ارتباطات و داریم سعی میکنیم که این روابط رو تو بخش‌های دیگه تجاری هم گسترش بدیم که حالا بعضی تو ایران قوی‌تر هستش نسبت به ما و داریم سعی میکنیم روابط رو گسترش بدیم تو بخش صنعت، تو بخش مواد غذایی. شما فکر میکنید که تحولات بین المللی به لحاظ کیفی چه تأثیری بر روابط ایران و کوبا گذاشته؟ ما در نقاط مختلف دنیا اتفاقات مختلفی رو میبینیم. بحث تحریم ها هستش که خب هر دو تا کشور شاید بعضا تجربه های مشترکی رو دارن. بحث سرکار اومدن دونالد ترامپ طی روزهای آینده در آمریکا هست. این تحولات مختلف فکر میکنید که برای روابط دو تا کشور تهدید هست یا فرصت؟ میگم اینا چیزهای جدیدی نیست در اصل. میگن که خب این چیز جدیدی نیست. ما در تاریخ‌های دو تا کشور تحریم شدیم، حتی تهدید شدیم، گاهی وقتا حتی به تهدیدهای نظامی تهدید شدیم. خب 46 سال از انقلاب اسلام میگذره و 64 سال از انقلاب کوبا و همچنان هر دو کشور اینجا هستیم. خب برای همین ها جدید نخواهد بود. احتمالاً تحریم‌های بیشتر بیاد ولی ما یاد گرفتیم که مقاومتر باشیم و بتونیم مقاومت بکنیم. و راستش رو بخواید خیلی وقتا فرصت بوده برای هر دو تا کشور. مثلا ایران توی صنعت پیشرفتی کرده که شاید قبل تحریم‌ها یا شاید 10 یا 15 سال پیش این صنعت رو نداشت. تحریم‌ها گاهی وقتا مجبورت میکنه که ابتکار عمل داشته باشی و هیچ چیزی از بیرون منتظر نباشی و باید با توجه منابعی که انسانی که خودت داری بتونی این کار انجام بدی و بتونی یک راه حل ملی برای مشکلاتی که داری پیدا کنی. ولی خب هممون دوست داریم یک جهانی بدون تحریم رو که بتونیم با هم صحبت بکنیم، مکالمه بکنیم و توسعه پیدا کنیم. و تحریم‌ها نشون دادن که این راه درست نیست. چند تا کشور الان تحریمه و اون اهدافی که می‌خوایم کشورها که تحریم گذاشتن بهش نرسیدن. راه حل دیالوگ هستش، راه حل صحبت هستش، مذاکره هستش. شما میتونید خیلی مشکلات خیلی پیچیده رو با اینکه بشینید صحبت بکنید راه حل هایی براش پیدا بکنید که خیلی راحت تر بشه حلشون کرد که هر دو طرف متحد باشن بهش. ولی اگر هدف این باشه که تحریم بذارید که ما تحریم بذارن که بخوان ما رو فشار بیارن که کاری انجام بدیم، هیچ وقت ما این کار انجام نمیدیم و برعکس کاری خواهند کرد که ما قوی تر بشیم تا بتونیم تحریم‌ها رو دور بزنیم و حتی آماده باشیم برای چیزی که بعداً میاد. یه سوال دیگه در مورد ترامپ. این سوال پیش میاد که با اومدن ایشون در کاخ سفید چه کسانی بیشتر نگران میشن؟ آیا فقط کشورهایی که به اصطلاح دشمن آمریکا هستند یا دوستان آمریکا هم؟ فکر میکنید کیا بیشتر نگران بشن؟ خب ببینید اول حالا در مورد که دشمن بخوایم کیه، ما اینها میگن که ما دشمن هستیم و کوبا دشمنه، ایران دشمنه. ایران و کوبا با مردم آمریکا دشمنی ندارن و اونها ما رو تو این رده‌بندی قرار دادن. خب ما که حالا اونها که واسه ما رو دشمن گذاشتن، ما خب هیچ انتظار خوبی نداریم از آقای ترامپ و داریم سعی میکنیم که ببینیم اونها چه کاری انجام میدن تا ما بتونیم ما یه ریاکشن در مقابل اون کار داشته باشیم و ما انتظار چیز خوب نداریم و سعی میکنیم که جوابگو باشیم. من فکر کنم افرادی که بیشتر باید نگران باشن دوستان اونها هست. ببینید آقای ترامپ همون به قدرت نرسیده، ببینید چه مشکلاتی الان در دنیا ایجاد کرده، حتی با کشورهای دوست خودش داره این کارو میکنه.
ببین الان صحبتایی که میگفت میخواد اشغال بکنه منطقه کانال پاناما رو یا میخواد به اصطلاح کانادا رو تبدیل به یک ستاره بکنه برای یک پرچمش و خب این خب یک چیز عجیبه. خب ببینید چند وقت پیش یه صحبتی کرد در مورد اوتان که مثلا خرجاشون رو خودشون بعد کشور اروپایی بدن و ما نباید پوشش بدیم خرجا رو و میخواد صدها افراد رو که مهاجر هستن از کشور اخراج بکنه، در صورتی که ایالات متحده یک کشور مهاجرپذیر هستش. برای همین این فرد یه فردیه که کلا همه رو تهدید میکنه، اصلا فرقی براش بین دوست و آشنا نداره. و ببینید چجوری اتفاق میفته که موقعی که آقای بایدن دیروز صحبت میکرد میگفت من دارم این مقام رو رها میکنم و خیلی نگرانش هستم. میگفت تبدیل داره به اولیگارشی میشه که برای ایالات متحده خطرناک هستش، که افرادی هستن که در ایالات متحده پول دارن و دارن خودشون برای خودشون این سری اقدامات انجام میدن و میگفت من نگران هستم این تأثیری که میتونه رو جامعه آمریکا داشته باشه. برای همین ایالات متحده داره در معرض یه خطری قرار میده افرادی که پول دارن و دیوونه. برای همین من فکر کنم همه باید نگران باشه، حتی همسر خود آقای ترامپ هم من میگم باید نگران باشه و چون هر روز میاد به منزل و با یک اخلاق مختلف. خب ببینید ایشون یک فردی هستن که دروغگو هستن، افرادی هستن که این جرم‌ها بر علیه زنان بر علیهشون هست، یک فردیه که به اصطلاح میتونیم بگیم مشکل داره. برای همین من از یه فرد اینجوری راستش نتیجه خوبی رو منتظر نیستم و اینو هم دشمنان میدونن و هم دوستان میدونن و نمیشه اعتماد کرد به یه فردی مثل این. و خب ما حالا مطمئنا تغییراتی خواهیم داشت در این 4 سال آینده و جهانی مختلف خواهیم. ولی چیزی که من مطمئنم 4 سال بعد از اینکه ایشون این دوران گذرون ما همچنان اینجا خواهیم بود، با هم مذاکره خواهیم کرد و هیچ مشکلی نخواهیم داشت. برای همین از عهده ما برنمیاد. من دیگه سوالی ندارم. شما نکته‌ای دارید که بگید؟ Muchas gracias. می‌خواستم فقط تشکر بکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و این مسائل مهمی هست هم برای کوبا و هم برای ایران. چالش‌هایی هستش که پشت سر داریم می‌گذاریم و این مسائلی هستش که باید بهش به اصطلاح رسیدگی بشه و ما تشکر می‌کنیم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید تا این مسائل صحبت بکنیم. من الان نزدیک 1 ماه شاید کمتر که ایران باشم، ولی عاشق تهران و همچنین عاشق آشپزی و هنرهای آشپزی ایران شدم و فکر کنم شما مسئول خواهید بود که من چند کیلو چاق‌تر بشم بعد از اینکه بخوام برم از ایران. خیلی متشکرم. من هم از شما بابت مصاحبه تشکر میکنم و از مخاطبینی که این گفتگو رو دنبال کردن تشکر میکنم. Thank you so much. Thank you.